حسین جان پاچه رو بند بزنم. بله پدر جان. حسین جان جان. دخترم بله پدر. یکم تو خیابون میری بله. سر تو بزن زمین اونور نگاه نکن. کجام چی خورده که چقدر مقبول هستی؟ الو چی میخوای؟ این چی پدر چیزی نگو. خجالت میکشی؟ پیش من به دخترم مطلق چی گفتم کاکا جان؟ چی گفتی؟ چی میگی؟ بس میکنی. من رو نمیشناسی پدر این چیزی منطقه. نگو. خجالت میکش. خیر پدر من رو جان. نمیشناسی؟ برو داره. پدر جان بیا اگه پدر ما جان. اینجا بابا که منطقه پدر هستم. جان بابا چیزی تو نگو. میشناسم با بابا بگم. چی میگی؟ کلام چی گپ دور برو. من رو نمیشناسی؟ نه لوچک منطقه ما سی بابا که کسیم بابا. چی کار هستی که آمدی؟ ما پدرش دخترم با منه. نه نه این چیزی من نگو. چرا؟ این چیزی من نگو. دخترم برو. بهت میگم سر تو بزن پایین برو. پدر چیزی من نگو. الله. لوچک هستی دیگه اگه از خانه برای ما قدید میفهمم بار خرید باشه از خانه برای پدر دوستی که اجازه دادی سر شانهای ما برای بابا جون من از خیابون اومدم من ندیستم. دیگه نمیبینیم که در کوچه بازار من داره بهش گفتم دخترم سر تو پایین بزن. اصلا اون نگاه نکن. میرکشیم این بس دیگه دفعه ابرو میره بس برو بشی.